پشکار دوست داری؟ ها زیاد به خاطرشان جان میتون. اینه جانم دارم. آی مام زیاد دوست دارم. حالا برو پیش از این کاکا که نوازشت بده. برو ایلا کو ایلایم نمیکنه. از تو خوشش آمده. پیش تو باشه. هیچ چیز نگو. نباید ناراحتش بسازی. بانک باشه اونجا. برو دیگه پیش کاکا. بچه میلایش نکنی. بی‌طرف نه. ما میترسم ازش کنی. حالا برو دیگه که نوازشت بده. نه یا این طرف. حالا برو دیگه برو. نه یا تو چرا پیش من میایی؟ تو از پشک میترسی؟ کی من؟ نه بیا پشکک بیا. آقا از تو میترسه کلان آدم. بسیار بد است که از یک پشک خود بترسی. کمی اگه میفهمیدم که به این خاطر مقبول خنده میکنی باز از سایه خودم میترسیدم خانم دیگه. یک همی کم بود. کی است؟ خانواده تو. چی؟ وای حالا چی کنیم؟ یعنی چی که چی کنیم؟ وقتی که دروغ هم میگفتی با مردم باید ای باره فکر میکردی. الان وقتش هست. چی سر ما با وقتش آمده کی بیایه؟ خب چی کنیم؟ دم اینجا منتظر باشیم؟ آفرین مفکوره خوب است. بیازو زنگ زده از اینجا خود رفته. خانواده تزروسی کردنت خبر شده تا پشت دروازه ما آمده. اگه ما براشان واز نکنیم تک تک کلا پس میره. پلان تمی است. خیلی چی کنیم؟ چی کنیم سیفدا؟ دروازه رو واز میکنیم تو هم کل چیزا براشان میگی. صبر باز چی شده؟ سایز هر چیزی که میشه بان شود. خوب است. خودت برای کمک کن. خوش آمدین. سیفدا تو ده اینجا چی میکنی؟ چی گپ شده دخترم ها؟ چی کردین؟ حالا بیا که بریم. ما در یک دقیقه آرام بوده میتونین؟ آرام چی دخترم؟ آرام چی؟ ما چی مشنیم دخترم؟ سیفدا جان حالا دیگه حالا بگو که دروغ است. سیس شما یک بار داخل بیاین باز ما براتون کل چیزم میگم. سیس لطفاً حالا میگم براتون حالا بیاین. بفرمایید. ای که از پشک بترسی هی گپیت در فکرم نامده بود. خب چرا از او میترسی؟ یعنی کدام دلیل داره؟ نمیفهمم. یعنی حتی یادت از طفولیت برام مانده. مام چیز نمیفهمم. اینجا 6 تا اولیمو بخوریم. درست است. بفرما.
چای، 2 گیلاس چای، 1 ناشتا. بیادر 1-2 گیلاس اول لیمو خوب بیار. نه درست است میارم. خیر ببینی. دیگو خانم گفتنش چی شد؟ حال دیگه فکر میکنم نیاز نیست. منظورت از حال چیست؟ یعنی حال دیگه کمی زیادتر با هم صمیمی شدیم. بله اما کمه. از این بیشتر هم صمیمی شدم میتونیم. به نظر من همینقدر بس است. خیر ببینی. اولین روزی را که با هم روبرو شدیم به یاد داری؟ نه به یاد ندار. چرا پرسان کردی؟ هیچ اما تو اوی لیمو اینجا بسیار مزه دار است. بله خوشم آمد. تو هم بسیار زیاد مقبول هستی دویدو جان. سفدا جان مادر بگونه چی گپ است؟ چی شده بگونه؟ حالا دخترم چرا چپ هستی؟ گپ بزن زوچو. خدایا حالا من چی کنم؟ اگه برشان بگویم دروغ از باز مرا در این خانه نمیمانن. اگه برون باز علیام خیسته پشت تو آدم میره. اگه علی را بکشن چی؟ تو بیازو به خاطر که از مردم منطقه ترسیدی دروغ گفتی نه؟ غیر از این دیگه چیزی را عقلم قبول نمیکنه. سیودا حالا منتظر چی هستی؟ بگو برشان. اما میخواستم به شما بگویم. چی را میخواستی بگویی؟ چی را؟ جانم بگونی که دروغ گفتیم. بگو که راحت شویم. فهمیده شد. در اینجا ای چیز نمیگی. حالا بخیز به خانه خود میریم. در اونجا باز گپ بزن. سایست ما کل چیزا میگم براتون. کل چیزا میگم. نمیخوایم زندگیت از بتی علی. اگه به تعقیب تا کجی ادامه بتی باز نتیجهش همی است. سایست من کل چیزا براتون میگم. بگو که دروغ است. این گپ عروسی مروسی دیگه چی است دخترم؟ این قسم هم کسی دروغ میگه. وقت توکچه برام گفت باز گفتم حتما اشتباه کرده. حالا بگو دیگه. بله کل چیز راست است. ما و علی با هم عروسی کردیم. سیفدا میشه آشپزخانه با هم گپ بزنیم؟ حالی گریان خود کردم. داشت پس خانه خواستش دیدین مقلم هست دست میده. سالی کاری کن لطفاً. کوک سال یک چیزی بگو. زینب جان نه دیگه باور کردن نمیتونم. دکترتان آمد. تو هنوزم در اینجا هستی؟
توی چپن از کجا کدی؟ چی کنم نماندن که پیشت بیایم. باید از خودگیت می بودم که اجازه میدادن. اما هم دکترت شدم. به خدا ما زیاد بد تشویشت بودم. حالا خوب هستی نه شکر؟ خوب هستم، تشویش نکن. زیاد به خدا ترسیده بودم، بسیار زیاد. چی مشکل داشتی؟ چرا یک دفعه قسم شد؟ کدام مشکل ندارم، فقط فشارم کمی پایین آمده بود. یگان وقت همین قسم میشم. حالا دیگه حالتو برو. حالا چطیات نگو دیگه، من هیچ جای نمیرم. پدر گفتی؟ سیفدا بیبی چقدر خوب است، دیگه جانت در خطر نیست. کل چیزا میگفتی برشان، این دروغم خلاص میشد و میرفت. تو چرا بازم به خانواده دروغ گفتی؟ چرا برشان راست نگفتی؟ گفتن نمیتونم. به خاطر چی؟ چی شده؟ نیک عادت دروغ گفتن یاد گرفتی؟ به هیچ چی ربطی داره علی؟ در اون صورت خیلی چی مقصد داری سیفدا؟ بلیاز خدا میشه برام دانه دانه توضیح بدی؟ خب اگه ما حالا به مادرمشون بگویم که عروسی ما دروغ هست، باز وقت چی خواهد شد؟ باز وقت چی خواهد شد؟ چی خواهد شد؟ خب من در اینجا نمیمونن دیگه. گرفته پس به خانه اویگار میبرنه. تو میخوایی که مرا به خانه اویگار ببرن؟ حالا به اویگار دیگه چی ربط داره سیفدا؟ حالا چی دیگه؟ خب اگه برشون بگویم که عروسی ما دروغیست، باز مردم و منطقه هم خبر میشه. این بار واقعا دروغ ما افشا میشه. به مردم و منطقه در این باره چی قسم توضیح بدیم؟ مردم و منطقه مشکل ندارن، این موضوع حل میشه. اما موضوع ماندن در خانه اویگاره دیگه باز نکنی لطفا. خب باز بعدش دیگه اجازه نمیتن که در خانه توکچان باشم نی؟ بیبی کارو درست انجام میدیم، همون تو نیست؟ سیفدا از برکت تو حالا دیگه راست و دروغ از پیش مام گد خورده. تو صبر داشته باش، من در صحرایت باران خواهد شدم. دخترم سیس من که اونا گپ زده روانشان میکنم. سیس تو تشویش نکن، این کاره به خودم بان. خب درست است روانشان کن، پس ما میرم دیگه. نمیشه. به خاطر چی نمیشه؟ به خاطر چی نمیشه؟ خود تو کجا میری؟ به دکان خود. فقط به دکان میری علی؟ سیفدا بلیاز خدا بس کو دیگه. خب ده این صورت خی نبینم که سرحدت باز از کدام جای دیگه برای هرچی شما عمل کنین. البته که عمل میکنم. هرچی نباشه ما با هم عروسی کنیم نه؟ حالا بیا دیگه. آقا دکتر بدون گپ زدن کجا میری؟ ما حالا وضعیت دخترم چطور است؟ روز بخیر. نه که نمیشنوی من چی گفتم دکتر صاحب؟ چی دست؟ ما در بخش جراحی کار میکنم، ببخشید. خیلی او صورت اینجا چی بات میکنی؟ اینا دکتر من نیستن پدر، اشتباهی اینجا اومدن. حالا شما برین دکتر بخواین. بچه ما همیالا براتون دکتر میخوایم. توبه این دیگه چه قسم شفاخانه است؟ بر صورت بیازم از را پیش دکتر خود میبردم، اما اول باید که تینا یک بار گپ بزنم. او بچه ده اینجا چی میکد ها؟ شما نمیشناسینش مریم سلطان؟ شما خو خبر داشتین؟ خبر چی؟ آل ای دیگه از کجا شد؟ به این ماناست که به خاطر فرار دادن و قانی ساختن ما دروغ گفته.
زینب چی گپ است؟ کلی چیزا را برای من سر گفته میتونی؟ بخشش باشه، با من یک کار بسیار عاجل پیش آمد. من باید از اینجا برم. سیفدا کل چیزا با جزئیات به شما توضیح میده. واقعا نمیخواستم که قسم شوه. بازم ازتان معذرت میخوایم. دخترم، تو واقعا با یادم عروسی کردی چطور؟ گفتم خو عروسی کردیم پدر. ای خدایا چی کنم؟ تو برم صبر بده لطفا. تو چی وقت عروسی کردی سیفدا؟ ما همیشه با هم هستیم، همیشه یک جای بودیم. جانم من خو نگفتم که محفل عروسی گرفتیم، فقط رفتیم امضا کردیم آمدیم. امضا کردین و آمدین همونطور است. رفتین امضا کردین اما ما از هیچ چیزی خبر نداریم. من میخواستم سیفدا. مادر جان ما معذرت میخوایم. انتظار این کار از تو نداشتیم سیفدا. دیگه به شما میگین پدر؟ کوکسال حالا بیا که بریم. واضحه که سیفدا فراموش کرده که پدر مادرم داره. مادر لطفاً قسم نکنین. تو این کار کردی سیفدا. بسیار اشتباه کردی. ما باید دیگه برم. خب ما میایم. تو چرا میایی؟ فشار ما یک کمی بالا رفته. اگه یک بار ببینی باز بد نمیشه. با این کار ضرور نیست به دواخانه بیایی. دست تبتی ببینم. علالای شادی بود تمام. نبضت رفته تیز میشه. تو چی فکر میکنی؟ من هیچ چیزی فکر نمیکنم. چطور چیزی فکر نمیکنی؟ در این صورت خیلی چرا نبضت تیز میشه؟ شاید به خاطر چیزی باشه که میبینم. امکان داره. در اون صورت متوجه باش. یعنی از چیزایی که تو را هیجانی میسازن دور باش. اگه میخوای فشار تحت کنترل باشه باز در وقت. خداحافظ. چطور امکان داره که من از تو دور باشم؟ خانم دیگو چی شد؟ چرا سیفدا او دروغه گفته بود؟ اصرار میکنه که عروسی کده. چی؟ اما 100% دروغ است آقایگار. امکان نداره عروسی کده باشه. دیگه ای که چلام در دستشان نیست. حتی وقت سیفدا گفت عروسی کده مولا علی تعجب کرد. پیلوت دمی گوشم منتظرت هستم. با دیدن تا کجی کم وقت مونده اگه میخوایی بریم دیگه. درست است این آمدم. او تا کجی با موبایل رمزدار گپ میزنم. هیچ کس نمیفهمه که چی میگه. درست است. تو فقط شماره موبایلش با منم. بگیش خودم.
درباره یک کس به نام ودت گپ میزنه و دیگر پیلوت هم میگه. زود پیش تاکاجی بریم سار. تا وقتی که با مقصد خود نرسیدیم و علی را از بین نبردیم ما راحت بودن نمیتونیم. سیفدا جان تبریک باشه. خداوند جدایتان نکنه انشالله. نفهمیدم. عروسی کدینی؟ امورا میگم. البته بسیار تشکر. زنده باشین. دخترم چلیت کجاست ها؟ چله گفتین؟ راستش من او را در خانه فراموش کردم. از خودی یادم رفت که بپوشم. اما قسم نمیشه. یعنی این چیزا مهم اصلا تو نیست. هنوز نه عروسی کردین. بعضی چیزا را نباید فراموش کنی. البته در این صورت من کار میکنم. رفته چله من میپوشم. روزتم بخیر. روز بخیر. پاکیزه ها چطور هستی؟ خوب هستم جانم. تو چطور هستی؟ اما هم خوب هستم. های من به عروسی کردن استاد علی چقدر خوش شدم برات گفتن. ای خدا مامام تو خداوند یک بالاش پیرشان کنه انشالله. آمین. مام زیاد کار بد کردیم. رفتیم دروازه و آدم تک زدیم. زیاد کار بد کردیم. اما قسم یک گپ شدم تو نیست. یعنی یک بار فکر کنید این منطقه او تو کسی نیست که استاد علی با خوبی نکرده باشه. اما تو راست میگی. ایره میفهمم. در اون سر چیزی که مربوط ما میشه اوی است که با استاد علی یک محفل عروسی بگیریم. بسیار بد است و بیچاره هیچ کس نداره. از همین خاطر نخواسته که محفل عروسی بگیره. اما ما برشت یک محفل خوب بگیریم که با استاد علی هم نشان بدیم که او بی کس نیست. تو چی نظر داری؟ زیاد خوب فکر کردی. میریم به کل مردم منطقه خبر میدیم باشون که یک محفل عالی و مفشن بگیریم که حیران بانن. چی نظر داری؟ البته که میگی. حالا بریم دیگه. ما سلطان امام خانه هاشم میرم. علی سیفدا خواهر تبریک باشه. با ملا صاحب عروسی کردید؟ عروسی کردیم. زنده باشی. بسیار کار خوب کردید. ملا صاحب شما را زیاد دوست داره. انشالله که صاحب 70 طفل خواهد شده. نفهمیدم 7 که چی است؟ 7 عدد چانسم است. تو عدد 7 خوش داری نه؟ ما هم زیاد خوش دارم. بعد عدد 7 چی ربطی داره؟ تو درباره طفل گپ میزنی بان بلیوز خدا. طفل خوش نداری چطور؟ البته که طفل خوش دارم اما 7 دیگه کم چیز نیست. خدا داد نی؟ توی گپا ربان اینو برام بگو که علی را دیدی یا نی؟ ملا صاحب نیست رفتن. چی؟ پشت ملا صاحب دق شده؟ ما هم پشت ازگی زیاد دق شدیم. چند دقیقه پیش رو دیدم. میفهمی چشمای میخوایی که او رو ببینه. موبایل تو هنوزم پیش علی است؟ نه فکر کنم خسته شد. موبایل برام پس داد. میخواستم به ازگی زنگ بزنم اما شمارهش پیش نیست. خواهر پیش شما شماره ازگی هست یا نه؟ اوف علی. ازگی جانه. خدایا لطفاً علی را چیزی نشه. پولم کجاست ودت؟ در طول بکس است. خیر نصیبت. در رابطه با پیلوت از ما چی میخوای؟ اگه به خاطر خیانت میخوای رخصتش کنم باز. تو از امتحان خیانت وقت تیر شدی ودت. موضوع پیلوتم حل میکنم. تو نفرای اطرافتم متوجه باش. آها یعنی میگی رای مرا پاک کو که راحت سر چوکی پیلوت بشینم اما ترس نه؟ خوب گباس
حالا که پس به گروپ ما آمدی هیچ مشکل نیست اما فراموش نکو ما هیچ چیز بی بدیل نمیمانیم ودت جان دو چوکی تو میشینی بخیر اما جلو او چوکی در دست ما می باشه ای که جانم جور باشه تو هرچی بخوایی همون میشه خیر نصیبت حالا برو پولای بیار او موضوع هم باز بعدن حل میکنه حالا دیگه بچه اویگار میای رئیس میخواین او رو هم اینجا ببینین چطور؟ دادان دروازی فابریکاش نفر است یکی در بالاست در داخل هم یک 5-6 نفر است نتونستم حسابشان کنم سیس حالا بریم مولودار از بین ببریم مرگت نزدیک است حالا تاکاجی بچیم در کل عمرت بود شدی حالا بیا برای بیا دیگه که مرگت نزدیک شده حالا سر منه سر زندگیت فایر میکنی پیلوت همراه او لودا یک جای خاط مردی دیگه ایچ وقت نور هفته و دیده نمیتونی ما تو را در زیر هفته و گور میکنم تاکاجی از اینجا زنده بر آمده نمیتونی چی شد به غیرت؟ حرکت کو رئیس ودت او آدم فرار میکنه اگه فرار کنه دیگه پیداش نمیتونه حرکت کن پیرو صبر کن خودم میکشی شو تو موتر جان دروازه فرار نمیتونم
از این طرف رئیس. رئیس همی که بسرک برسیم در اونجا یک موتر پیدا میکنیم. تاکاجی برو سرش فایر کنین. چقدر راه مونده بچه؟ کم مونده. ویدت 2 نفر هستن. امی که 3 گفته مرکت کن. 3 تاکاجی استارت شو. زوچو خدا لعنتت کنه. این موتر دیگه از کجا پیدا شد؟ خیریت است مولا؟ تو ده اینجا چی کار داری؟ دستل تو ده اینجا چی کار داری پیلوت؟ نه که شما کتی آدم کار نمیکدین. چی شد؟ پول تقسیم کردن نتونستین. این جنگ به خاطر چی است پیلوت؟ کاری چی مولا؟ هیچ گپی نیست. کی گپ اینا خبرت گفته؟ ها؟ ما کتی تاکاجی توی خصومت دارم که یا او یا ما رابطه وجود نداره. خوب است. حالا پس هم این قسم باشه. اگه آخری قضیه چیز برعکس باشه، قسمی که در پشت تاکاجی افتیدیم اما قسم کاملا دقیق پشت تو هم مفتم پیلوت و من پشت چیزی که بگردم پیدایش میکنم. حتما باید همین قسم میشد کوکسال. جزام همه قسم کم میشه خیریه. بچه نفر را که کشتیم کده دخترم عروسی میکنه. خداوندم دیگه مرا همه قسم جزا میده. جزای تو را کل ما میبینیم کوکسال. دخترم از دستم رفت. با این راز چه قسم زندگی خواد کرد، چه قسم در چشم آدم سیل خواد کرد. عشق، مرحمت، وجدان کلش با هم گدوات شده.
چشمای او ای چیز دیده نمیتونه خیریه. او همراهی راز خانه و زندگی جور کردن نمیتونه. هیچ وقت خوشبخت شدن نمیتونه. خدا را 1000 بار شکر که مرمی در رگت نخورده تاکاجی. زیاد خون ضایع نکردی نه؟ حق تو را ادا کردن نمیتونم ایگار بچیم. در وقت مناسب آمدی والا. شکر که تو رو مردم دارم. اونا مثل تو یک آدمه. چه قسم دادام انداختن؟ یک چیز فراموش کردم که نباید میکردم. اشخاص مثل ودت از راه منطق نه، از راه احساسات حرکت میکنن. ودت اگه پیلوتم نفروخت باز پیش من مثل یک پادشاه زندگی میکرد، اما مرا فروخت. بعد از این مثل غلام خود ساخت. علی ده اونجا چی کار داشت؟ تو گفته بودینه که با هم یک جای کار میکنن. تو حق با جانب بودی. علی، پیلوت، ودت کلشان هم دست شدن. با ما یک دام کلان جور کردن. اما ما چی کردم؟ نجات پیدا کردم نه؟ حالا به اونا ایتو یک دام جور کنم که کلشان یکی دیگه خدا بکشن. تو خوب هستی؟ معلوم است کجا بودی علی؟ چی شده سیفدا؟ یعنی چی که چی شده؟ گفتی با دکان میرم اما که کجا رفتی معلوم نیست. کتت به تماس شدن نمیتونه، موبایل نداری، از دستش میذاره ترق شدم. آدم یک خبر خو میتونه. سیفدا میشه یک دقیقه آرام باشی؟ نه محترم نمیشم. منتظر باش. ایره به تو گرفتم. از این بعد کتت میبریش. هر وقت که زنگ زدم با جواب میدی. خودت خو میفهمی که من از موبایل استفاده نمیکنم. نه محترم استفاده میکنی. در زیر یک سقف زندگی میکنیم نه؟ باز من نمیتونم کل عمر من با تشویش تو تیر کنم. سیفدا به نظر زیاده روی نمیکنی. یعنی چی که زیاده روی نمیکنی ها؟ ای که چقدر به تشویشت بودم متوجه هستی علی؟ معیده بگی شماره تا ثبت کردی. اگه خواستی از دیگرانم ثبت کردم میتونی، مثلا از خدادات و دیگران. هندازم از بس منتظرت ماندم نان سرد شد. بله خانم دیگو، شب بخیر. شب بخیر. ما فکر کردم که چی فکر کردی؟ حالی که ما دکان بسته کردیم باز. بله. یعنی میگم که حالی هم دکانایی است که بسته نشدن. یعنی اینطور است که من میگم در یک دکانی که بسته نشده، مثلا در یک رستوران میشینیم، یعنی با هم یک جای یگان چیزی میخوریم. چرا باید قسم یک کار کنیم ها؟ به خاطر محبت، گپ زدن، همین چیزا دیگه. سیس؟ خب 3 سالی که تو میگی دفعه دیگه انشالله. راست میگی؟ بله. در اون صورت خیلی بریم دیگه. پیلوت؟ نه بخیر. تو کجا هستی او بچه؟ بیخی ما را از یاد بردی. از رفتن چند ماه شد. گفتن در اینجا دکان باز کردی. گفتم باش که با دیدنت بیم. یعنی منظورش از پرواز حال غلط درک نکو، یعنی خانم محترم مهماندار است.
اما تو میگن دیگه. یعنی با هم به خارج از کشور سفر کردیم، یعنی به خاطر سیاحت کاری. اما چی سفرهایی بود؟ خوبی کی هست؟ هیچ هم کارت معلوم نمیشه. ها راستش خانم دیگه دواخانه دارم، اون تو نیست؟ فهمیدم. کدام چیزی ضمانت شدگی داره؟ مثل چی مثلا؟ مثل چی؟ دوای درد. خانم آسمان مرگی داره نه؟ چرا قسم میگی؟ ماشاءالله درباره خانم آسمان کل چیز میفهمی آقا پیلوت. آی میشه که نفهمم. این درباره کل چیز میفهمم. آسمان خانم محترم، ما و خانم دویگاه حاله یک کار بسیار عاجل داریم. حالا باید بریم، باز ما تو دیگه وقت میبینیم. خانم محترم گفتی؟ آی گفته بودن که تغییر کردی اما باور نمیکردم. حالا میبینم که چقدر تغییر کردی. خب شب بخیر. اما رستوران؟ حالا کت خانم آسمان یک جا به رستوران رفته میتونین. هر چی نباشه هر دویتون با هم خوب جور میایین. لوده بعد از 4 سال دختر تو دیگه از کجا پیدا شدی؟ آی پشت دق شدیم دیگه. چرا پیش من نمی؟ او کارا رو الا کردیم. حالا جنازه شا در قبر گور کده، باز وقت موضوع را بسته میکنیم. قسمت بعدی. تو متوجه دنیای دیگران نباش، تو متوجه دنیای خود باش. متوجه دنیای خود. وقتی از کارایم خبر شوی ارزش انتظار داره. خب چی پلان داری؟